پیام دارم با اون نفرانه که بزم سالینوی برپا میکنن. من از حلال و حرام بودنی جشن گرفتن سال نو سخن نمیگم، چون که به همگان معلوم است که جشن گرفتن سال نو از مسلمان ها نیست، عید مسلمان ها نیست، عید نصرانی هاست که به خاطر تولد شدن فرزند خدا به اعتقاد آنها همون روز جشن میگیرن، در همون روز خرسندی میکنن و ما مسلمان ها خانه‌خیز پیروی از نصرانی ها سال نو جشن میگیریم و در اون روز خرسندی میکنیم. یعنی ما مسلمان ها به خاطر تولد شدن فرزند خدا که اعتقاد کفری ای، اعتقاد شرکی ای، به همین مناسبت ما همین روز جشن میگیریم و خرسندی میکنیم. پناه با خداوند. در نزد تمام علما و مجتهدین امت جشن گرفتن سال نو حرام و ناجایز است، به یگان شک شبهه. هیچ یکی از علما بر جایز بودن جشن گرفتن سال نو فتوا دادگی نیست. اگر شما مسلمان هسته بری از علمای دین، اگر من اعتقاد نداره، سخنای من باوری نداره، بری از علمای دین بپرسه. ولی شما مسلمان هسته ایمان خودتون در خطر نگذاره. پیام من با اون نفرای هست که بزم سال نوی برپا میکنن، محفل های شیطانی برپا میکنن، محفل شراب، محفل رقص و موسیقی، زنها و مردها یکجا رقص میکنن و پایکوبی میکنن، در این روز خرسندی میکنن با مناسبت تولد فرزند خدا. پناه به خداوند. ما مسلمان ها تا به همین درجه رسیدیم که پیروی از یهودی ها و نصرانی ها میکنیم. در اونجا مسلمان های فلسطین قتل عام شدهستند، در اینجا ما خرسندی میکنیم. پناه به خداوند. از الله بترسه ای مردها و زنهایی که بزم سال نوی برپا میکنه و تمام نوع گناه در اونجا انجام میتیه. همسینف ها در یک جا جمع میشوند، دختر و بچه همین خیل شراب نوشی میکنن، رقص میکنن. چند تاهای اونها در همین شب سال نوی دختریشون از دست میتیان. همکورس ها جمع میشوند، همکارها جمع میشوند، به همدیگرش تبریک گویی میکنن، هدیه دهی میکنن. پناه به خداوند از این خیل کارهای بدعتی و خرافاتی. از الله بترسه، بیش از این الله رب العالمین به غضب نآره و الا انتظار عذاب الله باشه. در یک شب چنان خداوند به غضب میآره که مبادا خداوند تا روز شما را زنده نگذاره. شما مردم ترکیه را نگاه کنید که در یک چند لحظه یک منطقه مکمل به زمین یکسان می شود وقتی که زمین لرزه می شود. سبحان الله. شما نمی ترسه که غضب پروردگار بالای شما بیاید؟ شما چی را انتظار هسته؟ انتظار هسته که خداوند از بالای آسمان بر شما سنگ ببارانه بعد از این کاری گناه دست میکشه؟ شما چی را انتظار هسته؟ از الله بترسه ای کسایی که همین خیلی بزم و محفل های شیطانی را به مناسبت تولد شدن فرزند خدا نعوذ بالله برپا میکنه. این قدر زنها به حجاب با لباس های تنگ برهنه میبراین، این قدر رقص پایکوبی ها میکنن. چندین نوع گناه کبیره در همین خیل محفل ها انجام میشود و ما مسلمان ها اونها را با خنده و با خوشحالی تماشا میکنیم. از الله بترسه ای مسلمان ها و الا انتظار عذاب الله باشه. الله رب العالمین در قرآن میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما می آید به سبب همون گناهایی است که شما انجامش میدید. پس وقتی که بزم و محفل های شیطانی برپا میکنه انتظار عذاب الله باشه.